سلام و روز بخیر. امروز مجددا در خدمتتون هستم با ادامه اختلالات رفتاری و روانشناختی در بیماران مبتلا به دمانس که امروز افسردگی در دمانس رو خدمتتون توضیح میدم. فقط به خاطر داشته باشیم که این افسردگی کلی نیست، افسردگی در موارد دیگر نیست و افسردگی در بیماران مبتلا به دمانس هست. خب در بیماران مبتلا به دمانس 20% این افراد دچار افسردگی میشن. البته آمارها متغیر هست ولی به صورت متوسط بخوایم بگیم 20% از مبتلایان به دمانس دچار افسردگی میشن. افسردگی میتونه در هر مرحله از بیماری ظاهر بشه اما در مراحل ابتدایی بیشتر دیده میشه. شاید به خاطر این هست که در مراحل پیشرفته‌تر تشخیص افسردگی هم سخت‌تر میشه، به خاطر اینکه فرد مشکل در بیان احساساتش داره، مشکل در بیان کلمات داره و اینطوری ما کمتر میتونیم متوجه افسردگی در اونها بشیم. بعداً من خدمتتون میگم که چه چیزهایی رو باید در نظر بگیریم که میتونه نشون دهنده این باشه که بیمارمون دچار افسردگی شده. خب چه نشانه هایی داره افسردگی در بیمار مبتلا به دمانس؟ هر کدوم از این نشانه ها رو اگر شما دیدید، به خصوص اگر سابقه افسردگی در فرد وجود داشته باشه یا در خانواده وجود داشته باشه، باید به افسردگی فکر بکنید و بیمار رو به پزشک بیارید و تا درمان براش شروع بشه و بعد من میگم چه راهکارهایی رو هم شما در منزل انجام بدید. خب اگر بیمار گریه‌های مکرر داشته باشه، مشخصه همه شما متوجه میشین. خب اگر مریضتون مکرر گریه میکنه احتمالاً افسرده شده. اگر افکار منفی یا بدبینانه داشته باشه، اگر آرزوی مرگ بکنه. اما یه نکته خیلی جالب در افسردگی اینه که یهو میبینید که توانایی‌های حافظه‌اش کاهش پیدا کرده. یعنی اینکه افسردگی موجب میشه که اون حافظه بدتر بشه و توانایی فکر کردنش کمتر بشه. پس این هم میتونه یکی از علائم افسردگی باشه. اگر ببینید بیمارتون مداوم بیقراره، ناراحتی میکنه، اگر که ببینید از بقیه گوشه‌گیری میکنه، منزوی شده، اگر ببینید فعالیت‌های روزمره‌اش کم شده، دیگه مثل قبل فعالیت‌ها رو انجام نمیده، اگر خیلی از خستگی شکایت میکنه، احساس خستگی زیاد داره، اگر که قبلا کارایی انجام میداد که ازش لذت میبرد و الان انجام نمیده، مثلا فوتبال دوست داشت نگاه بکنه ولی الان اصلا نگاه نمیکنه، یا مثلا بافتنی میبافت الان گذاشته کنار و این کار رو انجام نمیده. اما یه سری علائم هست که ممکنه با افسردگی همراه باشه و باز ما رو به فکر افسردگی بندازه. یکی خواب ناآرام و بیخوابی هستش. یعنی که اگه ببینیم که فرد قبلا خوابش خوب بوده ولی الان خوابش خوب نیست یا بیخواب شده، یکی از موارد این هست که نکنه دچار افسردگی شده. اشتها اگر کم بشه میتونه یکی از علائمش باشه. احساس بی‌ارزشی، داشتن افکار منفی و ناامید و حتی گاه افکار خودکشی ممکنه که همراهش باشه. افسردگی میتونه خفیف باشه، میتونه شدید باشه، میتونه متوسط باشه. تو بعضی از افراد افسردگی ممکنه که عود بکنه، یعنی که یه مدت باشه بعد بیمار حالش خوب میشه، بهتر میشه، بعد دوباره میبینید که علائم افسردگی ظاهر میشه. اما چه عللی در دمانس میتونه ایجاد افسردگی بکنه؟ یکی خود تغییراتی است که در مغز ایجاد میشه، اون تغییراتی که توی سلول ها هست، اون تغییراتی که در عروق مغز هست، التهابی که ایجاد میشه، تغییرات شیمیایی که ایجاد میشه، همونطور که میاد و برای فرد ایجاد دمانس میکنه
ایجاد افسردگی هم میتونه بکنه. خب در کنار این عوامل ژنتیک هم مؤثره، به خاطر اینکه بعضی از ژن‌ها میتونن فرد رو در معرض افسردگی قرار بدن و مستعد افسردگی بکنن. نکته خیلی مهم این هست که افسردگی در افراد سالمند میتونه اصلا قبل از اینکه فرد دچار دمانس بشه، بیمار دچار علائم افسردگی بشه. از طرفی همونطور که گفتم خود افسردگی میتونه برای بیمار علائم کاهش حافظه ایجاد بکنه. یعنی اینکه مریضتون میبینید که اشتباه میکنه، انگار که یادش میره مثلا داره غذا درست میکنه اصلا یادش میره که به غذا سر بزنه، غذا میسوزه، یا اینکه مثلا داره غذا درست میکنه و یادش میره سبزی توی غذا رو بریزه و میبینید حوصله دیگه نداره، خوب کاراشو انجام نمیده. فکر میکنی که نکنه این مشکل حافظه پیدا کرده که الان یادش رفته غذا رو دیگه خوب درست نمیکنه، یا موارد دیگه که انگار که سوالا رو تکرار میکنه، وقتی یه چیزی بهش میگید متوجه نمیشه و بعد دوباره میپرسه. میگید نکنه دچار دمانس شده، در حالی که بیمار دچار افسردگی شده. وقتی که شما میاید و درمان افسردگی برای بیمار میذارید، می‌بینید یواش یواش حافظه داره برمیگرده، آروم آروم همه چیز خوب میشه و خطاها کمتر میشه تا زمانی که فرد خوب میشه. پس بنابراین خود افسردگی میتونه علائم اختلال حافظه و دمانس رو تقلید بکنه. اما ممکنه قبل از اینکه فرد دچار دمانس بشه علائم افسردگی پیدا بکنه. بنابراین شما میاید و افسردگی رو درمان میکنید و میبینید که بهتر شد، ولی یواش یواش دوباره داره اون اشتباه ها، اون خطاها دوباره داره ظاهر میشه. بنابراین هر بیماری که با اختلال حافظه به ما مراجعه میکنه و ما علائم افسردگی رو توش میبینیم، افسردگی رو درمان میکنیم. وقتی میبینیم اختلال حافظه هم داره و به فرد نمیگیم که حالا این افسردگی خوب شد حافظه خوب میشه، میگیم بعد میبینیمش ببینیم آیا حافظه خوب شد یا نه. اگر که حافظه خوب شده باشه، باز میگیم احتمالاً افسردگی بوده، اما بیمار رو رها نمی‌کنیم. در واقع دنبال این هستیم که نکنه این از مواردی بوده که در شروع دمانس دچار افسردگی شده و حالا افسردگی خوب شده، ولی دمانس آروم آروم کم کم داره استقرار پیدا میکنه. بنابراین حتما در حالی که داریم درمان میکنیم و بعد از درمان دوباره چکش میکنیم که ببینیم حافظه چجوری هست، به نزدیکان بیمارم میگیم دوباره بعد بیارش که ببینم آیا علائم دمانس داره ظاهر میشه یا اینکه نه کاملا خوب شده و دیگه مشکلی نداره و در واقع مشکل فقط افسردگی بوده. خب اما دلایل دیگه ای هم وجود داره که فردی که دچار دمانس هست دچار افسردگی میشه. همونطور که گفتم ما بیشتر این علائم افسردگی رو در اوایل بیماری میبینیم، به خاطر اینکه فرد هنوز آگاهی خودش رو نسبت به وضعیتش از دست نداده. بنابراین چون میدونید در دمانس فرد بعد از مدتی دیگه خودش متوجه نیست که مشکل حافظه داره. وقتی هم بهش میگید که تو حافظت کم شده، میگه نه من حافظم خوب اصلا مشکل ندارم. و بچه ها میگن که خب یادت میره همه چی، میگه کجا یادم میره من همه چیز میدونم. بنابراین در واقع فردی که دچار دمانس هست بعد از مدتی آگاهی خودش رو نسبت به اینکه بیمار شده و حافظه خودش رو داره از دست میده رو دیگه نداره و از دست میده. اما اون اوایل آگاهی داره، خودش داره میبینه که یواش یواش توانایی‌های شناختیش رو داره از دست میده، میترسوندش، میبینه که خیلی چیزا رو یهو یادش میره، فراموش میکنه، نمیدونه وسایل کجا گذاشته، غذا رو اشتباه میکنه و این میترسوندش. در نتیجه این نگرانی از آینده، نگرانی از اتفاقی که داره براش میفته، این اون رو افسرده میکنه.
حالا اگر سابقه افسردگی همین فرد داشته باشه دیگه بدتر. اگر سابقه افسردگی در خانواده وجود داشته باشه، همه اینها این موارد بروز افسردگی رو تشدید میکنه و احتمالش رو بالاتر میبره، احتمال رخ دادش رو. خب فردی که دچار افسردگی میشه ممکنه که در واقع موارد دیگه‌ای باشه که ما اشتباهاً فکر بکنیم که فرد دچار افسردگی شده. مثلا یکیش بی‌تفاوتی هست که من بعدا در ارتباط با مبحث بی‌تفاوتی هم یک جلسه صحبت خواهم کرد. پس ممکنه فرد بی‌تفاوت شده باشه و ما اشتباها فکر بکنیم که افسرده است. در واقع بی‌تفاوتی وضعیتیه که در اون فرد علاقه خودش رو به انجام کارها از دست میده، علاقه نداره، انرژی و انگیزش اون کم میشه. این علائم شبیه افسردگیه، اما در بی‌تفاوتی فرد احساس غم و اندوه نداره، گریه نمیکنه. ولی توی افسردگی فرد احساس ناامیدی، غم و اندوه داره و ممکنه که گریه بکنه. البته گاهی بی‌تفاوتی میتونه یکی از علائم افسردگی باشه و اینجاست که کار تشخیص رو سخت میکنه و ما میمونیم که آیا این فرد بی‌تفاوت شده یا اینکه دچار افسردگی هست که بی‌تفاوتی رو داریم توش میبینیم. و البته برخی معتقدند که بی‌تفاوتی ممکنه که یکی از اولین نشانه های افسردگی باشه. اما از موارد دیگه‌ای که شبیه افسردگی هست، دیلیریوم هست که من قبلا خدمتتون گفتم که وضعیت ناگهانی شناختی فرد به علت مواردی مثل عفونت، مثل اختلالات آب و الکترولیت، مثل داروها در واقع یک مشکل بدنی در فرد ایجاد میشه که میاد و این علائم رو ایجاد میکنه و نه یک مشکل روحی. و اگر این باشه ما بهش میگیم دیلیریوم. عفونت ادراری کرده، شما میبینید که فرد ساکت میشه. دیلیریوم معمولا پر سر و صداست، معمولا فرد بیقراری میکنه، پرخاشگری میکنه، این علائم رو داره و خدمتون قبلا گفتم در قسمت پرخاشگری و بیقراری اینکه ممکنه که یکی از علائم دیلیریوم باشه، یعنی فرد عفونت ادراری کرده، عفونت ریه کرده، آب بدنش پایین اومده، اختلالات میگم نمک مثلا سدیم خون پیدا کرده، این علائم این موارد رو داره و علامتی که شما میبینین بیقراری. اما برعکسش هم ممکنه باشه، یعنی این موارد اتفاق بیفته یهو میبینید فرد ساکت شده. ما اصطلاحا بهش میگیم دیلیریوم کم فعال، یعنی که فعالیت فرد افت پیدا میکنه و کاهش پیدا میکنه. بنابراین میبینید فرد ساکت میشه، منزوی میشه و اشتباها فکر میکنیم افسردگیه، در حالی که این دیلیریومه. پس اگر دیدیم ناگهان این اتفاق افتاده، باید حتما به فکر مواردی مثل عفونت ها، اختلالات آب و الکترولیت و اتفاقاتی که در بدن فرد اتفاق افتاده و داره براش این حالت رو ایجاد میکنه باشیم. چون وقتی که میاد عفونت رو درمان میکنه میبینین که علائم افسردگی از بین رفت. علائم منظورم حالا علائم اون ساکت بودن و منزوی شدنی که ما فکر کردیم افسردگیه. اینجوری بهتره که بگم در واقع افسردگی نبوده، این دیلیریوم بوده. پس یک مشکل در عملکرد مغز به صورت ناگهانی بوده که داره خودش رو به صورت ساکت شدن و منزوی شدن فرد نشون میده. خب خود دمانس هم یه سری علائمی داره که شبیه افسردگیه. مثلا مشکلات خواب، شما در بیمار مبتلا به دمانس هم مشکلات خواب رو دارید. پس بنابراین باید فکر بکنیم که آیا این مشکلات خوابی که ما داریم میبینیم در فرد به علت دمانسش هست یا به علت افسردگی هست که داریم میبینیم. بیقراری باز به همین فرم، تغییر در عادات غذایی، نداشتن علاقه به سرگرمی ها، شما اینها رو در دمانس هم میبینید. یعنی که خیلی وقتا کسی که دچار دمانس هست میبینید تو مهمونی ها حرف نمیزنه،
خب فکر میکنین نکنه افسرده شده که حرف نمیزنه، ولی در واقع اون قسمتیه که فرد داره میفهمه که انگار نمیتونه جمله ها رو دنبال بکنه، یا اینکه میخواد بیاد توی گفتگو شرکت بکنه، رشته کلام رو از دست میده، نمیتونه حرف رو ادامه بده، بنابراین ساکت میشه. یعنی اینجاست که خودش دیگه میبینید حرف نمیزنه، نه به خاطر افسردگی، انگار که خودش رو داره از جمع میکشه کنار. پس بنابراین در دمانس و افسردگی ما یه سری علائم همپوشانی داریم که ما رو ممکنه دچار اشتباه بکنه که آیا علائم دمانسشه یا اینکه علائم افسردگی اون هستش. به خاطر همینه که خیلی وقتا پزشک هم وقتی که این موارد رو میبینه خیلی نمیتونه افتراق بده که کدوم یک از ایناست و اینجاست که تصمیم میگیره که در بیمارش داروی افسردگی بذاره و ببینه که آیا علائم بیمار با این داروها بهتر میشه یا نه. اگر بهتر شد یعنی که یه مقدارش افسردگی بوده و این میتونه به بیمار کمک بکنه که از عهده بقیه موارد بهتر بر بیاد. همونطور که خدمتتون گفتم شیوع افسردگی در افراد مبتلا به دمانس یه چیزی حدود 20%، ولی آمار متفاوت هست. بین 9% تا 96% رو ذکر کردن، ولی به طور کلی میشه گفت 20 تا 30% افراد مبتلا به دمانس دچار افسردگی میشن. این آمار متغیر به خاطر این مواردی بود که خدمتتون گفتم، یعنی اون همپوشانی هایی که وجود داره، اون خطاهایی که آدم در تشخیص افسردگی داره. افسردگی فرد نداره، دمانسشه و فکر میکنن افسرده است، و موارد دیگه مثل همونطور که گفتم دیلیریوم، داروها، چیزایی که میتونه برای فرد علائم افسردگی بده و در نتیجه شیوع رو شما میبینید که متغیر هست، ولی همونطور که گفتم به طور کلی میشه گفت 20 تا 30% افراد مبتلا به دمانس دچار افسردگی هستن. 50% این افرادی که دچار افسردگی هستن علائم خفیف دارن، اما 15 تا 20%شون افسردگی ماژور پیدا میکنن. پس همونطور که گفتم علت تفاوتی که در آمار وجود داره به خاطر تعاریف متفاوت افسردگی هست، به خاطر اینه که واقعا تشخیص افسردگی در دمانس میتونه سخت باشه. ابزارهایی که برای تشخیص استفاده میشه هم باز ابزارهای مختلفی هست. میزان استرس خانواده هم حتی روی این گزارش ها میتونه تاثیر بذاره، یعنی اینکه اگر استرس خانواده بیشتر باشه آمار رو بالاتر نشون میده، اگه استرسشون کمتر باشه آمار رو پایینتر نشون میده. پس علت این تفاوت زیادی که تو آمار وجود داره همین هستش. اما افسردگی با کاهش شناخت هم ارتباط داره. همونطور که گفتم ما در اوایل دمانس افسردگی رو بیشتر میبینیم، شاید به خاطر اینکه میتونه یه جورایی هم حتی بیانش رو داشته باشه، اما وقتی مشکلات بیمار شدید میشه ممکنه به نظر برسه که میزان افسردگی کم شده، در واقع به خاطر اینکه فرد دیگه احساسات خودش رو نمیتونه بیان بکنه و کلمات رو نمیتونه خوب استفاده بکنه، نمیتونه بگه من ناراحتم و در واقع شما اینجوری کمتر متوجه میشید. برای همینه که در فرد مبتلا به دمانس باید به علائم اون نگاه بکنید، نه به گویش اون فرد، چون ممکنه که نتونه به شما بگه که من دچار افسردگی هستم، من ناامید شدم، من غمگینم، من حوصله ندارم، و شما با علائم بیمار، با رفتار بیمار در مراحل پیشرفته میتونید متوجه افسردگی اون بشید. خب همونطور که گفتم سابقه اختلالات خانوادگی، در واقع اختلالات افسردگی در خانواده، سابقه افسردگی در خود بیمار، جنسیت زن، یعنی در خانم ها ما افسردگی رو بیشتر میبینیم،
اگر که یک از دست دادن بزرگ در زندگی اتفاق بیفته برای فرد، شما خیلی موارد اصلا شروع دمانس رو از وقتی میبینید که فرد یکی رو از دست داده، خانوم همسرش رو از دست داده یا اینکه فرزندش رو از دست داده. اصلا میگن که آره از زمانی که پسرش رو از دست داد دیگه کم کم حافظه‌اش از بین رفت. به همین فرم این واقعا میتونه شروع دمانس باشه، میتونه شروع افسردگی باشه. بنابراین از دست دادنهای بزرگ میتونه یک شروعی برای این تغییرات باشه و همینطور سن جوانتر دمانس، یعنی اگر دمانس در سن کمتر اتفاق بیفته، احتمال افسردگی و وجود افسردگی همراه با دمانس در این افراد بیشتر هست. از طرفی نوع دمانس هم فرق میکنه، یعنی اینکه دمانس عروقی و دمانس با اجسام لویی و بیماری پارکینسون، توی اینها شیوع افسردگی نسبت به بیماری آلزایمر بیشتر هستش. افسردگی در دمانس عروقی علائمی مثل تغییر در عادات غذایی، تغییر وزن و احساس خستگی بیشتری به همراه داره و این افسردگی ممکنه که با علائم دیگه‌ای مثل تحریک پذیری، پرخاشگری، اضطراب و روانپریشی همراه باشه. خب وقتی که فرد افسرده میشه یه سری متعاقباتی داره، هم برای خود اون فرد چون منزوی میشه و دیگه با دیگران کاری نداره و هم برای کسانی که از فرد نگهداری میکنن، به خاطر اینکه اونها هم دچار افسردگی میشن، اونها هم غمگین میشن وقتی که این حالتها رو در بیمار خودشون میبینن و به خاطر همین این موجب میشه که ممکنه مثلا پرستار خسته بشه، اون کسی که از بیمار نگهداری میکنه خسته بشه، خیلی زودتر اینا رو به جاهایی که بیماران رو نگهداری میکنن به خانه های سالمندان بسپرن و همینطور موجب میشه که دمانسشون اصلا دیر تشخیص داده بشه یا برعکس دمانسی هست که افسردگی داره و افسردگی خوب تشخیص داده نمیشه، یعنی اشکال در تشخیص ایجاد میکنه و احتمال ممکنه خودکشی رو در فرد بالاتر ببره، مرگ و میر رو در اینها بیشتر میکنه، ناتوانی در انجام کارهای روزمره برای فرد ایجاد میکنه، ناتوانی در غذا خوردن، در لباس پوشیدن، در نظافت شخصی خودشون. همونطور که گفتم میتونه انزوای اجتماعی ایجاد بکنه، دیگه حوصله نداشته باشه بچه هاشو ببینه و میبینید که یه جورایی اجازه نمیده که بچه ها بیان دیدنش، یا برعکس وقتی میخواید برید مهمونی، میخواید اینو ببرید وارد جمع بکنید که روحیش خوب بشه، مخالفت میکنه یا تو جمع میره با کسی ارتباط برقرار نمیکنه، حاضر نیست بیاد مسافرت و کلا کیفیت زندگی فرد کاهش پیدا میکنه و چون نمیتونه نیازهای خودش رو مطرح بکنه، مشکلات روانی و روانشناختی و رفتاری بیشتری رو هم برای فرد ایجاد کنه. پس این در کل صحبت ما در مورد افسردگی این هست که باید به علائم بیمار دقت بکنید، به رفتاری که نشان میده دقت بکنید و متوجه این قضیه باشید. اگر ناگهان این علائم رو دارید میبینید، بیماری که این علائم رو نداشته و واقعا در عرض چند روز هست که دارید شما این علائم رو میبینید، گفتم خیلی سریع باید بیمار رو به بیمارستان ببرید. گاهی اوقات ضربه‌های مغزی میتونه با خونریزی مغزی علائم افسردگی ایجاد بکنه. من بیماری داشتم که آورده بودن و میگفتش که این خیلی خوب بود ولی الان خانمی که آورده بودش نوش بود، هر موقع منو میدید انقدر شاد میشد، با هم نشستیم حرف میزدیم و خیلی حالش خوب میشد، ولی الان حتی منو میبینه یا اشک تو چشاش جمع میشه و اول اینجوری بود، بعد الان دیگه اصلا دیگه هیچ کاری نمیکنه، فقط دراز میکشه و وقتی من دیدمش
معاینش که کردم شک کردم یه اتفاقی توی مغزش افتاده، به خاطر اینکه یه سری تو معاینه علائم یک طرفه ای داشت و عکس که گرفتیم دیدیم خونریزی مغزی کرده و بعد معلوم شد که این داشته میرفته دستشویی، یه لحظه سرش گیج رفته، سرش خورده به دیوار، ولی خب بعدم چیزی نشده، کسی مثلا متوجه نشده بوده، ولی قشنگ خونریزی مغزی دو طرفه، ما اصطلاحا بهش میگیم خونریزی سابدورال، پیدا کرده بود که سریع بردنش اتاق عمل و خون رو تخلیه کردن. پس اگر که دیدید ناگهان فرد دچار علائم افسردگی شده، گفتم میتونه علائم دیلیریوم هایپراکتیو باشه. فکر کنین نکنه یه اتفاقی تو بدنش اتفاق افتاده. همونطور که گفتم میتونه عفونت ادراری، عفونت ریه، تب رو حتما دقت بکنید، اختلالات آب و الکترولیت. پس سریع بایستی که ببریدش پزشک و چکش کنه که چه اتفاقی افتاده که این ناگهان دچار علائم افسردگی شده. و اما بقیه موارد دیگه میشه مواردی که افسردگی در کنار دمانس وجود داره که کامل خدمتون گفتم و هنوز تاکید میکنم در بیمار مبتلا به دمانس به آنچه که میبینید خیلی دقت بکنید، به علائم بیمار، به رفتار بیمار خیلی دقت بکنید، چون رفتار بیمار گویای بسیاری از موارد هست که میتونه هم به شما کمک بکنه که چگونه تا اونجایی که میتونید در منزل اون رو مدیریت بکنید و هم به پزشک در مدیریت اون و درمان اون. خب خیلی ممنون. من مبحث رو میبندم. در زمانی دیگه در مورد مدیریت اون و اونچه که میتونیم در منزل براشون انجام بدیم صحبت خواهم کرد. روز خوبی داشته باشید.